شد. تیمور رحیموف با لباسای کبود یا با جداگی کبود است. ورزشگر 23 ساله تاجیک در صحنه رقابت‌های جهانی در برابر سرنتسکی ماسیچ از لهستان. ورزشگر 34 ساله است. از لحاظ داشتن قامت بلند نسبت به تیمور رحیموف فرق میکند، ولی تیمور تجربه اشتراکش در فصلهای جدای جهانی نسبت به این حریفانش گویم خیلی زیاد هست. یعنی آشنایی خوب دارد با حریفانی که نسبت به او از لحاظ اندام برتری دارند، ولی موقعیت اول قپیدن هر دو ورزشگر نیز احساس خطر میکنند در لحظه اول اجرای اصول. ولی این سر نیست که کوشش میکنه به سمت راست اجرا کند. ایوراردو گارسیا داور مرکز از مکزیک با سبب کمکاری به هر دو ورزشگر کارت زرد میدهد. اکنون همانطور که مربیان ما میگویند، یعنی گرفتن یا همون کمیکات اول این موفقیت آمیز خواهد بود و مبارزه تیمور رحیموف با سرنیسکی این مراتبه اول است در حرفش، ولی سرنیسکی در برابر پهلوانان تاجیک. و ببینید چی دهشی برای جذاب بود از سوی تیمور رحیموف در بخش اشیوازه. ببینید با پای چپ یک مراتبه دیگر همین عمل را تکرار کند تیمور رحیموف و زر عوضت ایپان خواهد گرفت. بسیار با سرعیت والا این عمل را اجرا کرد، چون تیمور سمت چپ یا چپکاری افضلیت دارد و یک زیدی حمله بر روش سومیگایش میتواند تیمور را قبل از انجام وقت اساسی موفق گرداند. سرعیت در بخش اصولهای اشیوازه از سوی تیمور رحیموف با اجرا درآمد و تکرار آن اکنون غالبیت را روشن خواهد کرد. اما هنوز فرصت هست دوستان عزیز، لاف نمیزنیم، چون که تا ثانیه های پایانی هر اتفاق افتیدنش ممکن است. موقعیت قپیدن بر ثانی همان عمل کرده که تیمور رحیموف داشت. پایزنی کرد و این بارو چی مطب ببینید چی عمل جذابه بود. تیمور رحیموف دو مراتبه اجرای فنون کرد، همان نصف ضربه فنی یک مراتبه و مراتبه دیگر و زر عوضت ایپان. تیمور رحیموف در دور سیوم رقابت ها با کاژیبایو قزاقستان روبرو می شود. با سرعیت تیمور رحیموف سرنسکی مچه از پولشا یا لهستان را از صدی راه برداشت. نوارهای تدریجی را از صحنه های تکرار ببینیم. و زر اول چگونه رقم خورد، بعدا اوچیماتا با این ترتیب از سمت چپ اجرا شد. بسیار یک اوچیماتا باز و واضح بود. ببینید دستی حریف را هم بسیار خوب کنترل کرد. اینجا همان دستی راستش که دستی چپ حریف را بسیار محکم داشته بود، توانست در عامل با وقوع پیوستن اوچیماتا کمک کند. مبارک باشد پیروزی